سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون عالی باشه. من مهسا هستم و دوستم یاسمنم. به چنل ما خیلی خوش اومدید. اگه این ویدیو رو دوست داشتید لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. حتما ما رو ساب کنین چون ما یوتیوبرای تازه کار هستیم و به شدت به حمایت شما دوستان عزیز نیازمندیم. و این اولین ویدیو یوتیوب ما میشه که امروز میخوایم بذاریم جمعه و امروز فینال نیمه فیناله و قراره یکی از اون عجوبه های عشق ابدی حذف بشه. به نظر کی میتونه باشه؟ به نظر من میلاد و مهندسه، ولی میلاد توی اون چیز آخرش که پرستو داشت میگرفت بود. به نظر من یا ترانه و محبود حذف میشن یا از کجا میگه که کاپل حذف میشه؟ شاید مثلا دیگه باید کاپل حذف کنن، مثلا فقط ترانه بره. آره. احتمالاً شاهین و تناز حذف بشن، شاید، نمیدونم، امیدوارم. در واقع خیلی آدمای ببین از اون جایی که پرستو خیلی از تناز خوشش میاد. آخه چی واسه خوش اومدن داره؟ ببین اولش اومده بود من اینطوری بودم که چقدر این دختر ناز، خوشگل، خوشهیکل، عین فرشته ها میدیدمش. ولی اصلا اولش هم یه ذره پیکمی بود و نچسب. پیکمی بود ولی خیلی جذاب و خوشگل بود. یعنی اصلا یه قسمت گذاشتیدم چقدر پیکمی و آره یه جوریه اصلا دیگه باهاش حال نکردم. رفتارم خیلی توی قیافه تاثیره. مثلا تناز اولش خیلی خوشگل بود، ماهرو خیلی خوشگل بود، ولی مثلا دقیقاً. خب برسیم راجع به تناز صحبت کنیم. چرا تناز این شکلیه؟ دیدین شب قسمت پدیر شبش بود فکر کنم، مثل این دیه بگیرا هستن که منتظرن یکی میرن وسط خیابون ماشین بزنه بهشون دیه بگیرن. دقیقاً عین اونا رفتار کرد و چقدر این آدم چیپه. یا مثلا ماهرو دیدین حرص اینا رو درارم که مثلا عصبانی بشن ما رو بزنن. چه مرگشونه واقعا که هستشن. اصلا یعنی چی؟ خوشت میاد کتک بخوری؟ کثیف دارن بازی میکنن، اصلا کار قشنگی نیستش. شما ببین هم علی تعادل مغزی نداره، از اونجایی که اصلا دیوونه است و میپره به یکی. علی باحاله، دلم کن. علی شخصیت باحالیه، دیوونه موره است اصلا. ببین فقط علی از پس ترانه چه تناز برمیاد. درو، به شدت درو، غیر قابل اعتماد. اصلا هر چی بگم راجع به این بشر کم گفتم. و اینطور که میگن شایعه شده مثل این که آخرش علی و زهرا میبرن و به نظر من اصلا لایقش نیست. دقیقاً. اصلا عشقشون خیلی فیکه. مثلا نظر تو کی لایق بردنم؟ چون از نظر من هر چی فکر میکنم واقعا هیچ کدوم. ترانه و محبود. چون به نظرم ولم کن. به نظرم تنها کسایی که واقعا عشقشون واقعیه اون دوتاست. ولی خب یکی مثل ترانه یادتون رفته چجوری اصلا اومد؟ اصلا خواست با حاشیه بیاد، دوست داشت با دنبال توجه دیگه. بنده خدا باشه ولی به نظرم اصلا لایق این نیستش. ولی آخرش هم به نظرم مثلا تبانی میکنن دیگه. علی و زهرا با ترانه و محبود تبانی میکنن، یعنی یه پولی هم به اونا میرسه. کامل کثیف، اصلا بازی کثیف، آدمای کثیف. تنها فردیه که من تو این ویلا قبول دارم که الان دیگه نیستش نگار 2. واقعا نگار 2. نگار 1 هم دوست داشتم ولی به نظر راست باشیم خیلی کرمکی بود. توی عشق ابدی واقعا کرمک داره، آدم درستی نیست و به نظرم هیچ کدومشون خوب نیستن. نگار 2 واقعا فرشته است، ماهه. اصلا حرفایی که میزنه به شدت منطقی. خانوم بعدی که هم که حاضر نشد به خاطر فینال بود بره با سیاوش، واقعا با اون سیاوش چرکولک. نه چرکم نبود، نه بدم میاد ازش آخه. نه چرک کسی که منظورم نیست. من همینجا جا داره بگم نگار 2 واقعا بین این همه شغال چی میگفتن بهشون؟ کفتار. بین این همه کفتار گل کاشتی و اینکه اثر جمعی روت اثر نذاشت. من واقعا خیلی خوشحال شدم که انسانیت نمردش توی اون ویلا فقط به خاطر تو. خب بیایید خود راجع به سیاوش صحبت کنیم. بالاخره حذف شد بعد 80 قسمت. اصلا ببین دیگه تحمل قیافشو نداشتم که میاد حق به جانب صحبت میکنم. از نظر من خفه
نشا. خیلی هم حرف ببر بیار بود. آره وزه. فکر کن ترانه و محبود دارن با هم صحبت میکنن، بعد پر رو اومده حرفاشون رو گوش داده رفته به ماهرخ گفته. و البته راجع به ترانه هم اینو بگم، توی دعوای ماهرخ و ترانه به نظر من کاملا حق بود. چیز بود محبود با ماهرخ بود. آره چون وقتی تو میری پیش یکی ازش نصیحت میخوای، باش درد و دل میکنی، اون هر چی میگه یا تو باید بپذیری یا نپذیری، یا برفش گوش میدی یا نمیدی دیگه. این که میخواد رابطه این ما رو به هم بزنه نداره که دختره. ولی خب مسابقه است دیگه، میدونی همه باید به هم بپرن. مثلا همین که به نظرم اینو دعوا کردن تنوز و ترانه، به نظرم سناریوی کارگردان بوده. ببین اصلا ازش بعید نیست سناریو باشه. دقیقاً. چون دقت کردی موقعی که توی قسمتایی که ما میبینیم اینا مثلا یهو با هم بد میشن، توی اینستاگرامشون توی زمان حالو میگم مثلا یهو با هم بد میشن، بعد از طرفی هم وقتی مثلا با هم خوب میشن توی اینستاگرامشون هم دوباره توی زمان حال یهو همه چی فراموش میکنن با هم خوب میشن. مثل تولد امیرحسین بودش، همشون بودن دیگه، در صورتی که اینطوری که ما داریم میبینیم اینا همشون افتادن تو جون هم، هیچ کدوم هم خوب نیستن، پس دلیلی هم نداره تولد هم برن. خیلی امکانش هستش که آره دیگه سناریو باشه واقعا. مثلا الان به نظرم همین پژمانم میدیدی که از هیچ کس رو گردن نمیگرفت. به نظرم اومدن بهش گفتن که مثلا یه کاری باید بکنی وگرنه حذف میشی، که مثلا ماه رو خوب گردن گرفت. پژمان نفرت انگیزه ولی دکتره. من و یاسمن دیروز راجع به چیزی داشتیم بحث میکردیم، خیلی دوست دارم نظر شما رو بدونم. یاسمن میگه اگه اینجا آدمای معمولی باشن اینجا دکتران، بالاتر اصلا خارج میشه، بالاتر. ولی نظر من اینه که دکتر بودن اوکی، تایتلش قشنگه، یه شغل کاملا شریفه، جون انسانها رو نجات میدن. البته اون که دکتر تخصیص است، مثلا شغلای شریف دیگه هم نه، کلا دارم تایتل دکتر بودن رو میگم. شغلای شریف دیگه هم داریم مثل آتش نشانان دیگه، کیا رو میشه گفت. ولی مثلا تو یک فرد کادر درمان کلا دکتر رو با آتش نشان واسه کدومشون احترام دوتاشون خب اشتباه از ماست، در صورتی که دوتاشون یه کارو دارن انجام میدن، یکی با علمش یکی با علم و بدنش که نجات میده. یعنی مثلا افکار جامعه هم تاثیرگذاره. و من نظرم اینه که تو دکتر باش ولی شعورت اینجا باشه. خب به نظرم خب اون تایتل دکتر بودن نه ارزشی داره نه اصلا تو آدم حساب نمیشی به نظر من. ببین الان مثلا دکتر که وارد شد، خب حالا سوای قیافش، ولی گفت که دکترم همه اینجوردن که واو، اصلا علی که پیش خدمتش بود چای میبرد. حالا قبول دارم که یه ذره که نه به اخلاقم بستگی داره، ولی همون اول که مثلا بگی من دکترم واقعا خیلی خب من حرفم اینه شغلای دیگه یعنی ارزشش خیلی کمتره. آره الان مثلا اون یکی بلاگر و چیزن، خیلی بلاگر رو حالا کاری ندارم، ولی مثلا معلم چه بدونم کسی که مثلا یه شغل دیگه داره، یعنی اینا ارزشی ندارن. یعنی الان میلاد که معلمه با دکتر مثلا اولش وارد شدن یکی بودن. من یه تیچرم، یعنی میخوای بگی دکتر از من بالاتر؟ نه عزیزم. ببین اون جون رو نجات میده، اصلش من اینه علم میآموزم. اصلش اینه که معلم اصلا اومده دکتر رو تربیت کرده، معلم باید بالاتر باشه، ولی متاسفانه مغز ما اینجوریه. بله مغز من که هیچ وقت من بر اساس شخصیت به آدم ها احترام میذارم. اگه دکتر باشه شعور نداشته باشه استغفرالله، دلم نمیخواد بیادبی کنم الان ویدیو اولمونه، ولی آره دیگه. خب میلادم بگیم تو خدا. میلاد چرا اصلا راجبش کسی صحبت نمی کنم؟ من واقعا مثلا عجیبه چرا راجب میلاد صحبت نمی کنی؟ درسته خیلی آدم پرحاشیه‌ای نیست، زیرکی کارشو میکنه، ولی خیلی دارید ازش چشم پوشی میکنین، آدم اذیت میشم. میلاد شخصیه که مثلا درو وسط باز الان تقریبا تیمی شده دیگه. یه تیم تقریبا از اولش تیم بود والا. تیم علی و محبودینا، یه تیم هم تناز. ببین علی اولین نفر نگو، چون علی با توجه به اینکه کجا بیشتر واسش میچربه میماسه، علی با توجه به اینکه کجا بیشتر به نفشه سایدشو خیلی سوسکی عوض میکنه. بعد براش هم مهم نیست که اون طرفی که داره اونطوری بهش حمله میکنه مثلا تا 2 روز پیش شاید قربون صدقش خیلی اصلا آدم کثیفیه.
همه میگن علی چیزی تو دلش نیست، قلبش پاکه، فلان و فلان و فلان. ولی باحاله. اصلا قبول ندارم. بعد خیلی هم بیادبه، مثلا با پارتنرش اصلا درست صحبت نمیکنه. زهرا چقدر تو بیقی، یعنی یکی با من اینطوری صحبت بکنه این دستو میبینی چنان میکوبم تو دهنش بچسبه به دیوار. بعد اون برم گردم میگه نه عزیزم ببخشید عزیزم. خیلی من به نظرم زهرا دختر خوبیه، ولی به نظرم با این اسکول بازیش خیلی داره خودش خراب میکنه که چی مثلا دختری به خودت بیا، ارزشمندی تو. یه ذره خط قرمز داشته باش. آره واقعا زهرا حالمو به هم میزنه. زهرا، ماهرخ هم چند لول بهتر از اینه دیگه اگه دقت بکنی. دکتر به نظرم من فمینیستم، ولی به خاطر اینکه دکتر جذبم بشه موهامو براش مشکی میکنم. دقیقاً پوزای هادی چوپانو میگیره. اوه خیلی باحال بود، خیلی نچسبی. ولی من ماهرخو خیلی دوست دارم. ببین قبل از اینکه انقدر چندش بشه و عوضی بشه تو سایت بره، منم بدم نمیاد ازش واقعیت. شاید بیشتر از بقیه تو سفدا و چه بدونم نگار و اینا بیشتر از ماهرخ شاید خوشم میومد، ولی بعد دیدم یا خدا این از همشون اصلا اسکلتره. بعد خیلی هم داره راجع به پیرسینگاش من از هم صحبت میکنه. آقا طرف دوست داره دیگه، حالا که مثلا تمیزشون نمیکنه کنار. علی کلا خیلی زر میزنه یا معبود. ببین البته من یه سی بگم با اینکه اصلا از گروه ماهرخ و تنازا اینا خوشم نمیاد، ولی یه سری حرفای ماهرخ قبول دارم و به نظرم منطقیه. مثلا به نظر من محبود و علی اصلا مردونگی تو وجودشون ندارن. مردونگی چیه؟ انسانیت تو وجودشون ندارن. الان مثلا شاهین داره. نه راجب ماهرخ دارم میگم دیگه. مثلا چیزایی که تو دوران دوستیشون به هم گفتن و میان فاش میکنن. میگن چی؟ فازتون چی آخه؟ واقعا درست نیست. خیلی کثیفه به نظر من. میدونی محبودم که مثلا میگن خیلی ماه فرشته است و اینا. نه واقعا. در مقابل ایناس خوبه، یعنی حال میکنم میرینه بهشون. ببخشید خیلی عصبانی شدم. خیلی هم خوب و محترمانه میرینه. محترمانه. تو من خواستم بگم خیلی بیادبه. آدمی که بیادبه خودش خودشو بیارزش میکنه. خود آدمی که بیادبه خودش خودشو بیارزش میکنه. یعنی تو اصلا از دهنت گوهر بباره، اصلا چیزی که داری میگی منطقی ترین حرف دنیا باشه، ولی اونو بیادبانه بگو، اصلا برای کسی مهم نیست. یعنی آدم صحبت کن محبود. و اینکه خیلی ترانه رو خیلی زدتش حتی درسته دستشو یه کاری کرده بود دقیقا یادم نیست. بابا اصلا نزنه، تو نمیدونی چجوری باش صحبت میکنه. آره خیلی بد صحبت میکنه اصلا. بعد یه سری هم میگن محبود و ترانه خیلی با هم میان. واقعا دوست دارید یه مردی یه پسری مثل محبود بیاد اینطوری صبح تا شب شست و شوت بده، ضد زن باشه، باید بد رفتار اصلا بکنه، مهلت نمیده حرف بزنه بدبخت. آره. البته اینم جای گفتن داره که ترانه واقعا آره اینم خیلی منطقیه. اصلا ببین ترانه کرم داره. مثلا پریروز دیدین پریشب، مثلا من خودم به شخص ببینم با یکی تو چالشم انقدر نمیرم جلو چشمش، انقدر خودم رو تو معرض اون بحث و دعوای قرار نمیدم، ولی یکی مثل ترانه چجوریه جلوشون لبخند میره وسطشون میشینه هی باشون حرف میزنه. البته ببین هرسشون رو در مورد حقیقتا آره یه خورده خوشحال شدم. در کل اصلا شخصیت جالبی نداره ترانه. یعنی اصلا از کجا آوردن اینا رو؟ چرا انقدر همشون داغونن؟ ببین تقصیر جزیره هم هست. مثلا یه عده دختر مثلا ریختن توی یه جزیره گفتن انقدر پول میذاریم واسه برنده، حالا به جون هم بیافتیم که یکی برنده میشه. تقصیر مثلا موقعیت هم هست. مثلا شاید اینا بیرون هم دیگر رو میدیدن اینجوری نمیشد. میدونی جالبش چیه؟ کل شرکت کنندای عشق ابدی دارن هیت میخورن، جز نگار 2 البته. حتی نگار 1 هم هیت داره خب، ولی نه به اندازه بقیه‌شون. ولی عشق حال اصلی رو میدونی کی داره میکنه؟ تیم عشق ابدی، کارگردانش، تهیه کنندش، از اینکه عین موش آزمایشگاهی یه سری آدم احمقو به جون هم انداخته، داره مثل چی پول در میاره، ویوهای میلیونی میگیره. آره. بعد یه بدبختایی مثل ما، من چند بار چنل زدم آموزشی بوده چنلم، هیچ کسی نگاه نمیکرده، همه زبان هم ببین دوست دارن همه دعوا و اینجور سر ملت. بعد یه چیزی مثل این انقدر ویو میگیره، بعد چی بگم دارم پره.
صابم بکن الان غمگینم، دلم گرفته. صابمو بکنید ما هم یه خورده دیده بشیم، یه خورده به این جامعه کمک بکنیم، چون ما آدمای خیلی فرهیخته‌ای هستیم. الان اصلا تو چه کمکی میتونی به جامعه کنی؟ همین که دارم نتیجه گیری میکنم که اینا چه آدم‌های مزخرفی هستن، شاید بعضی‌ها نتونن تشخیص بدن، شاید. ایداری توهین میکنی به اونایی که نمیتونن تشخیص بدن؟ نه، من دارم آگاهی میبخشم. چه آگاهی هم من راجع به عشق ابدی. خب راجع به کدوم محدثه عزیزم. ببین ولی از اکس شاهین نباید توقع داشته باشی. یکی نوشته بودش که یه فکت نامحبوب راجع به محدثه که همون تنازه، فقط موهاشو میشوره. دقیقاً. اصلا میدونی این پرام ریخته، مثلا میره تنازا بغل میکنه. آره. حالا کاری ندارم، درسته تناز تو این خیانت به طور مستقیم نقش نداشته، ولی به تو توهین کرده، به تو گفته دختره چی؟ دختره ایکبیری بهت گفته، البته اون موقع نمیدونسته، ولی خب اینطوری داره پشت همناه خودشو میزنه عزیزم، بعد تو رفتی بغلش میکنی. دقیقاً. خودت خراب کردی عزیزم، متاسفانه. تو خراب کردی. ما توقع داشتیم دست پر بیای بیارینی به همشون. بعد مثلا هدفش از اومدن به اون جزیره چی بوده؟ که بگه من خیلی خوبم، مثلا طرف بهم خیانت کرده من هیچ کار نمی‌کنم. خودش گفته دیگه، گفته اومدم ثابت بکنم که اگه تو تونستی منم میتونم. خب عزیزم پوینتش چیه؟ خب الان تونستی، الان که دوباره داری میری با دوست پسر سابقت که 15 روز پیش الان توی برنامه 15 روز پیشش باش کات کردی، یعنی اون با تو کات کرده. چرا؟ چون بهت خیانت کرده توی برنامه ریالیتی شو با یه دختر. دلم نمیخواد این حرف رو بزنم ولی واقعا بی در و پیکره. ببین ترانه، تناز، ماهرخ، واقعا اصلا میدونی امیدوارم این حرفم واکنش بدی نداشته باشه، ولی خیلی بی در و پی کردن. یعنی چجوری ممکنه تو 2 روز اول بپری تو بغل یکی، ازش لب بگیری، ماچش بکنی، براش گریه بکنی، بچسبی بهش. این چیزی که دارم میگم 3 تاشون این ویژگیو داشتن، 3 تاشون داشتن. ببین با اینکه از سودا اصلا خوشم نمیاد، حداقلش مثلا چندش بازی اینا رو نکرد. مثلا من چیز خیلی خزی ازش ندیدم. سودا مثلا به امیر حسین، سودا عمیقا آدم کثیفی هست. خب به شدت حسود، یعنی اصلا شروع کنندش سودا بود دیگه با نگار، اگه یادتون باشه. اون پیچید بهش دیگه. البته کرم خود نگارم بود، ولی در کل خواستم بگم خیلی حسوده، خیلی. مثلا حسودیش اذیت میکنه. بعد الان دیدی چه رفتن عقب، فقط دور تماشا ببین منتظرن ببینن مثلا با کدوم سایت باشن اون بیشتر به نفعشونه. الان فعلا در حال حاضر هیچ سایدیو نمیرن داخلش که مثلا آدم خوبن. بعد ببین با سیاست ترین زوج اون جزیره هن دیگه، چون هر کاری کنن مثلا تهش بده نمیشه. با سیاست فقط میلاد سوسکی میلوله تو بقیه. واقعا محدثه چجوری میلادو انتخاب کرد عزیزم؟ فیک، رابطه فیک. من حاضرم قسم بخورم هیچ کدوم این افرادی که اونجا هستن رابطهشون واقعی نیست. حتی همین محبود و ترانه هم از تو کجا میدونی؟ شاید با هم بستن که مثلا دیگه شاید بسته باشن با هم. مگه میشه تو مثلا به خاطر پسری که 2 روز میشناسی، به خاطر دختری که 2 روز میشناسی، مثلا رگی گردنت بزنه بالا پیشنهاد ازدواج بدی، بهش پیشنهاد ازدواج بدی، به خاطرش جلوی اون همه وایسی؟ مثلا من اینو دیدم اولش گفتم چه مردونگی داره، باریکلا. پس به این نتیجه رسیدی در آخر که هیچ عشق ابدی وجود نداره، درسته؟ آخه تو همچین برنامه‌ای 100% وجود نداره. خودش واقعی هم به نظرم وجود خودشون گفتن که ما به خاطر پول اومدیم دیگه. تو زندگی واقعی حالا وجود داره، کم ولی وجود داره. The next person I would like to talk about is drum roll please. امیر حسین. خب چرا میکروفون رو گرفتی اینجوری گفت؟ خواستم هیجان بدم. اینقدر بدت میاد. امیر حسین ببین نسبت به بقیهشون خیلی قابل تحمل تره، ولی درو وسط باز، خودش فکر میکنه نیست. بعد دیدی یه خط در میون به هر کسی که از نظرش مثلا آدم درستی نیست.
بعدن این برنامه دیده میشه. دوست دارم بدونم که به نظر مردم مثلا این برنامه رو ببینن نظرشون راجع به تو چیه؟ تو از خودت راضی هستی؟ یه تو این مایا گفتش و من اینطوری بودم که چرا یکی اینا رو به خودتون نمیگه؟ ببین دقیقاً همه اونایی که این جمله رو گفتن خودشون اصلا به خودشون برگشته. بیا راجع به نگار یک صحبت بکنیم. عسل، قند، جیگر، خیلی دلبر، جذاب، عزیزم. خیلی انسانی که با دست صحبت میکنه. البته منم زیاد با دست صحبت میکنم ولی با اشوه نمیتونم صحبت بکنم. من اصلا نمیتونم مثل نگار دلبر باشم. البته خب خیلی خوشگل‌تر از منه. دلیلش هم شاید این باشه. خدایی خیلی خوشگله. آره چشمی رنگی، موهای مشکی. ولی از نظر پسر رو میدونی؟ مثل ترکیب برنده چشمای رنگی با موهای مشکی. ترکیب برنده. آره. ولی از نظر پسر رو به نظرم پیکسی رو ترجیح میدن. تو اون جزیره که همشون یه مشت آقا واقعا دارم بیغ میگم هستن. بیغ منظورم اون بوقه هستش. آره. که فوش میخوای بدی مثلا جنه که یه چیزی کم داره. از نظر اون پسرایی که اونقدر داغونن خودشون اونقدر داغون بودن دیگه هیچ کدومشون پیکسی انتخاب نکن. چرا نظرشون تتو پیرسینگ هم داشت. آره تشفیقم تو آره کسی انتخابش نکرد. آخه ببین اخلاقش خیلی وحشیانه. آره اخلاقش آره ولی من اصلا از نظر بدنی دارم بیشتر میگم. میدونی مثلا نگار خیلی لاغر بود به نظرم، مثلا خیلی تایپ. خب لاغر لوند بود، لاغر بدهیکل نبود که. آره بدهیکل کنه. خب نظر چیه راضبه رگ محدثه 100 بالا. خب الان میخوایم راجع به کیا صحبت بکنیم؟ دانیال و الا. ببین اصلا تابلو بود اینا با هم کارتی نکرده بودن. این ربات هم داشتن نقش بازی میکردن. تو برای چی اومدی اینجا؟ خیلی یه جایی دلم واسه اله سوخت. تنها گیرش آوردن بنده خدا رو دهنش سرویس کرد. ببین خودش هم کم چیز نکرد، سر همه داد زد. باشه ولی عزیزم تنها هم نبود، نگار باهاش حق بود. داشت. نگار باهاش بود. بهار راجع بهار صحبت نکردیم. بهار عسل ولی روانی. بهار خیلی خوشگله، جذابه، واقعا لونده. یعنی من به عنوان یه دختر مثلا وارد شد اینطوری داشتم نگاش میکردم که تو چقدر جذابی. ولی البته لباسش خیلی کتی بود. مثلا اون لباسو نمیپوشید. چی بود لباس زرد مال 100 سال پیش. آره منم داشت یه دموده شد. منم خیلی باش حال نکردم. من تیپای ترانه از همشون بهتره. آره دقیقاً. یه ست مشکی زده بود، خیلی جیگر شده بود. بعد بدنش هم مثلا پره. توپلیه. آره خیلی خوب. ترانه جذابه واقعا. تو خوشگلی بخوای حساب بکنی نگار از همشون خوشگل تره. جذابیت بازم نگار. ترانه رتبه 2 رو داره. نه کی؟ یکی یادم رفت. بهار. بین بهار و نگار نمیدونم راستش بخوای دوتاشون خیلی جذابن. به نظر شما کدوم جذاب؟ نگار قطعا. بهارم خیلی خوبه. بهار ببین ورژن چه شب رو مشکی نگاره انگار. لحاظ لوندی و خوشگلی و جذابی نگار 2 باشه. به نظرم نگار 2 باید این باشه. بعد مثلا چشمکایی که به دور روی میزد خیلی باحال بود. میتونی؟ اینو شاز میکنم. نمیتونی. بعد به نظرم مثلا این چیزای ویدیوهای علی خیلی باحاله. میشینه لوستر رو میاره میگه این ماهروخه. این فقط واقعا یه فردی که مواد زده میتونه بشینه و انقدر مثلا قوه تخیلش بالا باشه که لوستر خونه رو بیاره که این ماهروخ. خیلی دوست دارم به علی جان، محبود جان، ترانه رو مطمئن نیستم حقیقتا بگم کمتر بزنید. برای این ترانه رو مطمئن نیستی؟ ترانه خودش به زبون خودش گفت سیگار رو گفته. من نمیدونم مواد میزنه یا نه. حس میکنم یکی رو یادمون رفته. مهراد جون جیگر. من عاشق این بشرم، میمیرم براش. نچسبترین و رو مخترین و مرد. خیلی خوشحالم زود انداختنت بیرون. یعنی انقدر پاچمال بودی نه این ور پذیرفته نه اون ور. هیچ کسی این بدبختی کردن. نگار که بدبخت فرار میکرد. پاچه خار نباشیم. چرا؟
چه نه اینور گردنمون میگیره نه اونور، اونم به این شیوه چندشوار. وای برای نگار کتشو مینداخت. ولی پول داره. به جهنم برام مهم نیست. مخ زدنشو دیدی؟ فکر کن مثلا دختره داره میگه من از تو خوشم نمیاد، تو تایپ من نیستی، بیخیال برادر من، میچسبه بهش.